با مال معیوب یک آدم اینولید است لیکن کسی براش 100,000 دلار پول داده است دیگه از وای باید خیر کند حقی. یک اینولید از من بسیار خفه شد. من اینولید هستم لیکن 11,000 دلار پول دارم. من هر سال تبابت میکنم، یعنی حاجت دارم به پول. گفتم بله، لیکن وقتی که به این 11,000 دلار تان یک سال گذشته باشد شما باید از این 2.5 فایزش زکات دهید. 2.5 فایزش چند سود میشه؟ ما 10,000 دلار اطرافی 250 دلار یا همین قدر یعنی زکات میشه 2.5 فایز. بعد به من کی پول میتیاد؟ گفتم به اون ذاتی که همین 11,000 دلار به شما داد با میتیاد وقتی که زکاتشو برآوردید. و من اینولید هستم که آخه فرقش نه. این زکات حقی بدن نه برادران عزیز، این حقی مال، حقی بدن این نماز است. اینولید هستید نشسته میخوانید، اما حقی مال وای باید زکات برآورده داده شود. او زکاتی که برآوردید مالتون 11,000 دلارتون با 100,000 دلار میشه، باز زیاد میشه انشالله. بنابراین اگر نمیتید کو گویا شما باوری ندارید به زیاد دادن الله تعالی وعده داده است که من زیاد کرده میتیم. وقتی که شما نمیتید گویا به وعده الله تعالی باور ندارید. اینجا خطر به ایمان است. بنابراین صحابه ها میترسیدن و صدقه امر شوند. همون زمان برآمده من ندارم گفته نمی نشستم، نداشته باشنم برآمده پیدا کرده خیر کرده با آمده خواب میکردم.